хушхабар ба тамоми муҳоҷирони меҳнатӣ мо пас аз ҷустуҷӯ кардани роҳи осони зиндагӣ дар хориҷа барномаеро аз плеймаркети телефон бо номи фоида дарёфт кардем ки ин программа махсус барои муҳоҷирони меҳнатӣ пешниҳод шудааст. Фоида барои ёфтани ҷойи кор ва истиқомат, маслиҳатҳои ҳуқуқӣ ва ёрии тиббӣ, гирифтани маблағҳои кредитӣ дар ҳудуди Россия, инчунин дастрас намудани аксияҳои билетҳои арзон ва дигар чизҳое ки барои муҳоҷирон зарур аст, кӯмаки калон мерасонад. Барои ин шумо танҳо як заявкаи бепул мегузореду худашон ба шумо занг мезананд. Силкаи ин программа дар таги видео. ҳатман ин программаро дар телефонҳои худ сабт кунед. боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. Фоида барои осонии кори муҳоҷирони мо. پنهان کردی؟ جک کینو تماشا داشتم. چی بود؟ کنی بگذار بینه؟ کاری تو چی هستم؟ کن تلفن از رو مامانده؟ نمیده ها. این چیز با تو داخل نداره. بین من و تو سیر نبود کو. شنید بچه ها. باور میکنی زیا برای نجات میلیس رفته است. تا این درجه نه آخر این میلیس باشد سخت چسبیده است. چرا دومولوزیو حیاتش رو در زیر خطر میگذارد برای میلیس شده؟ چرا؟ اینان همین خیر هر جا که بلاست زیا اونجاست. میدونی چی؟ میلیس رو در حقیقت دوست میداشته است. به خودو چی خیلی دوست داری؟ چی هم میگویی تو؟ تو یاری منی یا یاری خرس هستی؟ نه من برای وای میگویم. از میلیس باید ترسید. به خدا بیرو است. بین حالا هم میلیس میگوید. سلین جان لطفاً این موضوع رو پشت که عصبانی میشوم. زهرا جان تو با میلیس رشت داری؟ یا خدا یا چرا رشت کنم؟ برای چی رشت کنم؟ چرا رشت کنم من؟ زیا مرا دوست میدارد؟ ها من هم همین رو گفتنیم. دومولوزیو تو رو دوست میدارد. با میلیس رشت بردنت بیهوده است. تو از میلیس میترسی که دومولوزیو رو از دستت میگیرد و چی هم میگویی تو؟ چی خیلی از دستم میگرفته است؟ از دستی ما گرفته نمیتواند گرچنده که زیاد دوباره او را نجات داده است. تمام نباشد دومولوزیو تکرارا دلش سوخته نجاتش داده است. تکرارا گفتی تو؟ میلیس را زیا نجات نداده است. یک آدمی نقاب پوش نجات داده است. آدمی نقاب پوش گفتی؟ خوش بچه ها امروز درسمان طریق اینترنت میگذرد. نواری را میکشم شما هم آرامانه تماشا میکنید. میلش محترم جماعت هر بنده مرگ را میچشد و نماز جنازه را هر مسلمان این هجری نیست مگر؟ باز هجری ها؟ میگوی 10 مگابایت میرسد. این کودک در حقیقت بی عقل است. استاد من باید اون سلاح را گیرم اما چه خیر آدمانش آنجا را مثل قلعه محافظت میکنن. سلاح را در زیر زمین گور کردن. خدا نگهبان باشد. ای بچه ها چی گپ است؟ آدم نماز جنازه را میفهماند شما چرا میخندید؟ استاد جنازه هجری است.
устод ба ягон компютери дигар пайваст шудем чи устодам нест онҷо. ҳиҷрӣ писарам? ҳа устод ба шумо як савол дорам. писарам ту дар интернет чӣ кор дорӣ? чӣ гап аст? устод бачаҳои маҳаллаи мо ҳамашон хакер ҳастанд. барои бо шумо дар робита шудан бисёр хизмат кардам. ё худоё писарам бо ман дар робита нашав. рав аз барои худо. мепурсам устод гӯш кунед. агар одамҳо бо ҳамдигар ошиқ нашуда хонадор шаванд ҷоиз аст магар ё не? чӣ? хонадории ақлонӣ мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамон ҷоиз аст ё не? ба ин чӣ мегӯяд? дар бораи хонадорӣ мепурсад. ҳиҷрӣ ту ба мо ақл қарз додаӣ ки ин хел саволҳо мепурсӣ. дар ман ақл намондааст дигар. мардак ҷоиза ё не? ҷоиз нест ҳиҷрӣ. хонадории ақлонӣ гуфтани гап нест, чунки дар ҷое ки ишқ бошад ақл нест. хомӯш бош. ишқ бо ақл якҷон намешавад. ин хел чиз намешавад охир. яъне устод бедӯст доштан хонадор шудан ҷоиз нест ҳамин хел? ё худоё ҳиҷрӣ, яъне ҷоиз шояд бошад, аммо дуруст нест. маро мефаҳмӣ писарам? яъне ду нафар ҳамдигарро дӯст надоранд хонадор намешаванд. яъне хонадории ақлонӣ вуҷуд надорад. худо аз шумо розӣ бошад устод. раҳмат, бисёр роҳат кардам. хайр, рӯз ба хайр. барномаи мо бошад дар ин ҷо ба охир расид. خانم بانو جناب کنعان. سلام السلام. سلام جناب کنعان. ای خدای این چه خنده زیبا هستی. بخشش نفهمیدم. من خواستم از شما پرسم یگان مشکلی نیست؟ بچه ها ناراحت نمیکنن شما را؟ تشکر، سلامت باشید. به خدا در سایه شما همه خوب است. وای استغفرالله. چه خیلی نفهمیدم من. من سرم رو عرض خود خود میشم برای همین خش رو میگیرم. فهمیدی؟ دمت رو گیر. کیپ کویت این رو میگی؟ یگان خدمت باشد حل کنید. اوف. درسای خوب رفیقان. جناب کنعان. معلمه شما چی خیلید؟ خوبم تشکر زیاد بفرمایید. بچه ها شما رو غم نمیدهند؟ نه غم نمیدهند. با درس گوش میدهند؟ بله گوش میدهند البته. بسیار خوب. معلمه بانو را نرنجانید. خوب معلمه یگان چیز لازم شود من در همین جا هستم. مایلش تشکر زیاد. درسای خوب. درسای خوب. معلمه بانو. جناب کنعان. چی خیلی هستید؟ رحمت. شما در نوبت هستید؟ بچه ها معلمه بانو در نوبت هستید مگر؟ شوکت معلمه بانو رو در نوبت نگذارید. معلمه بفرمایید. نه جانم این خیلی نمی شود. جانم خواهش میکنم لطفاً. بچه ها مرا ببخشید. و چرا معلمه رو نوبت نمیدید؟ شوکت معلمه بانو چیزی که میگیرن از حسابی من است. شوکت چه مثلی وحشی نگاه داری ها؟ از حسابی من بفرمایید. تشکر زیاد. ای معلمه جان من اونقدر آمادگی دیدم اما شما باشید مرا باز بهای دو ماندید. به خدا این خیلی نمیشود. من از بالایتون شکایت میکنم. یا خدایا. به خدا کی؟ یعنی معلمه جان شما با ما بهای یک کم گذارید ما راضی هستیم. بیا دستتون رو ببوسم. بسیار معلمه زور هستید. به خدا با همه کارهای شما ما راضی هستیم. معلمه جان ببینید من تیار کردم. معلمه بینید درس من تیار کردم. معلمه در حیاتم یکم بار وظیفه خانگی کردم. کنی بینید این رو. اوی ایستو نوبت من است. یعنی بچه ها اول از من رو بینید.
بله معلمه یک جای کردیم. استغفرالله. ما چه خیلی که نباشد علم و تعلیم را دوست می‌داریم. برای بلند برداشتن صفت تعلیم یعنی 9000 10,000 11,000 12,000 پول در کار است. من به این هم از سر تا پای شما علم و تعلیم رو میبینم. این چی سخنهای بیمزه هستن که من گفته ایستادم؟ جناب کنعان برای همه‌اش تشکر زیاد میگویم. با اجازت شما من به درس میدرویم. البته بفرمایید، اجازه در دست شماست. ای بچه ها، من عاشق شدم. این مردک دیوانه است دیوانه. ای بینمک، ای بیشرف، اینجا بیایید. لبک قانون معبد آمون. گوش کنید، تنفس اعلان میکنیم. رفته زنگ رو زیر کنید. طلبه ها امروز ایت کنن، خورسندی کنن. همین کاروش دوست میدارم. منم دوست میدارم. خیر رفتی. روید زود. جناب کنعان، چی گپ است بانو؟ نمیدونم استاد. آقای کنعان چی گپ است؟ تنفس اعلان کردیم. تنفس اعلان کردید؟ بله. آخر من امتحان گرفته ایستاده بودم. شما باشه تنفس اعلان کردید. با خدا هیچ چیز را من نفهمیدم. شما عشق را نمیفهمید، حیثیات را نمیفهمید جناب شیرالی. نفهمیدم. عشق پیش گفتنتان با این کارتان چه علاقه دارد؟ چه خیلی نمیفهمید جناب شیرالی؟ باز استاد متماتیک بودید. استاد متماتیک نه، من ادبیات درس میدم. خوب چیزی نیست. گپ رو دراز نمیکنیم و امروز استراحت میکنیم. امتحانتون را بعداً میگیرید. تمام. جناب کنعان شما چی کار کرده ایستاده؟ مکتب از من است کو. هر وقتی که خواهم تنفس میدیم. با شما چی؟ برای چی تعطیل میدی؟ برفباری تعطیل داده. در درونی من عشق موج میزند. این باشد تعطیل عشق است. مردک مگر خیلی تعطیل میشود؟ تو از عشق چی میفهمی دیرکتور؟ دوست داری همش میشود. حاضر همه طلبه ها را در پایان جمع کن. درباره تعطیل خودم گپ میزنم. رفتیم. خیر بچه ها، کو بیای بریم ببینیم چی میگه. رفتیم بچه ها. فراموش نکنید جوانان، در این دنیا از عشق دیده چیزی مهمتره نیست. وطن را دوست دارید، ملتتان را دوست دارید، عائله‌تان را دوست دارید، مکتبتان را دوست دارید، استادانتان را دوست دارید. چه خیلی که گفتن دوست داریم تا دوست تمام دارن. این دنیا با کسی نمیماند. آفرین. در اینجا سخنم را با آخر رسانیده و همه شما تعطیل عشق را صمیمانه تبریک میگویم. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنعان با ماست، خوشبختی از آن ماست. تا بابای اینجا چی گپ است پسرم؟ بابای کنعان در مکتب تعطیل اعلام کرد. بابای کنعان در مکتب تعطیل اعلام؟ بله، تعطیل عشق، تعطیل عشق. با خدا بابای هستی کسی هستی در سایه تو از درس جانم خلاص شد. چی گپ است اینجا؟ کنعان دیوانه اگه نمایش تشکیل مگر کرده؟ نمیشنوی؟ بابای کنعان با ما تعطیل اعلام کرده است. چه تعطیل؟ تعطیل عشق. تعطیل عشق؟ از این خر همین رو انتظار بوده. چرا تعطیل کرده است؟ با معلمه بانو عشق است، برای همین تعطیل اعلان کرده است. تعطیل. جان ما هم خلاص شد. کنعان! شوکت چی کار میکنی دیوانه؟ خاموش باشید.
شوکت تو مردی. کانون دیوانه در مکتب تو تعطیل اعلان کردی. بله؟ گوش که بدبخت میدونی که به آشخانه مرا سنگچه اعلان کردی. این میمون چی میگوید؟ شوکت دیوانه با سرم را در بلا میگذاری. تو زیدی قانونی معارف عمل کرده ایستاده. من به تو اجازت نمیدیم که قانون رو پایمال کنی. ای دیوانه مرا گوش کن. دعا کن که کودکان اینجا هستند، وگرنه من چنان پایمالت میکردم که بد میدیدی. هیچ گپ نه. امروز تعطیل عشق است. گوش که برادر، این مکتب آشخانه‌چی داره. آشخانه‌چی حق داره که تعطیل رو برهم دیه. کسی به اجازت من کار میکند میکشمش. نکن شوکت. رفتیم بانو جان عشقم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی تو؟ ها؟ چی کار میکنی؟ چه خیل دستی معلم را گرفتی تو؟ ها؟ میبردارم هوش میتونم، با میبردارم هوش میتونم. چی کار کنم نکنم بانو ای خدمه. فهمیدی کنانی دیوانه؟ سری مرم ایرو نکن. من حاضر تو را میکشم. وای من نکنه. بانو جان تماشا کن. بچه ها دور بسین. کوب بینه کنه همه ابله چیکار میکنه. اینا من در پیشت ایستادم. پرونم. اکا شوکت. چی ایستاده شما دهانتان کشادگی؟ پراندین خدا زده را آشخانه‌اش از سرش مانه. پرونه عشق بانو هست جوشن در تنم. کسی او را از شوکت جدا میکند قبرش را میکند. شوکت اینجا بیا. بیا 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 شر بچه من بیا. بین امروز به خاطر حرمت و احترام نسبت تعطیل عشق همه بچه ها در آشخانه تو هر چیزی که میخوان خورن نوشن از حساب من به پول. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. رفت از قضای کار شد. خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. این حیوان فهمون که میگیرم میفهمونش. تا بابای کنان با ماست خوشبختی از آن ماست. سردارم، شما فکر نکنید که ما شما رو در اینجا محکم میکنیم، چون که پلیس هستی تکیونه. شما فکر کنید که ما شما رو در اینجا نچلین اخرا تعیین کردیم. لوند، دهان تو اندازش رو گم کرده است. در کوتاه‌ترین مدت من دهانت را ساز میکنم. تمام سردارم، گپ رو زیاد نمیکنیم. حاضر من کار دارم، ولی من همیشه آماده شما رو نظارت بکنم. احتیاج به چیزی داشته باشید میارم. فنری، چوپچو، تمام. خدا یارد. افت خنوکت درگو چاششمه ابله. دوستانی عزیز، عین حال میدانم که شما خواهش سفر به ترکیه را دارید و میخواهید به هنرمندان دوست داشته‌تان بخورید و یا میخواهید که در دانشگاه ترکیه تحصیل کنید و بعضیاتون میخواهید که در تایسون بهترین ماشین ها را با نرخ ارزان دسترس نمایید و یگان شخص نیست که با شما دقیق مصلحت دهد. پس با شما بهترین شبکه یوتیوب را با نام همنوا پیشکش میکنم که در آن شبکه شما میتوانید همه نمود معلومات و عاید سفر به ترکیه، عاید تحصیل به ترکیه و اینچنین شما میتوانید در آن کانال بهترین ماشین ها را انتخاب نمایید. پس به شبکه همنوا آبونه شوید و همقدم زمانه باشید. همنوا همقدم زمانه و همراز دل شماست. چی کار کردید؟ چرا سلاح را نیافتید؟ به خدا اکاون رو در همین جا مونده بودم، نمیدونم کجا شده که از کجا میدونم. حیوان ها، من به شما نگفته بودم که به مکتب سلاح نیارید. اینجا مکتب است، مکتب مکانی علم است. چرا سلاح میارید؟
حیوانها گوش کنید احتیاط کنید سراسیمه نشوید برای کودک ها نمونه آدمی بد نشوید یگان خطاگی کنید گورتان میکابم فهمیدی تو رو مرانه روید گم شوید از نظرم خای از پشت اینها چی چیزها به سرم نآمد درد بی سر شدن خدا لعنت کند شما را چیکار میکنی؟ ساعتی مرا ایستار چه من این رو میخوشم گفتم ایستار گم شو گم شو استاد شما آمدید ها؟ خوش آمدید خوش باشید جناب چی گپ شد در اینجا؟ شوکت کمی بی اهمیتی کرد یک روز پایش تاب خورده بود حاضر باشد اینجا افتیده است اما بعد از گذاشتن چای شما افتیده است شوکت بین استاد آمده است رفته برای ما 2 تا قهوه آماده کرده بیار زود باش استاد با این چی شده باشد اوه به عقل های ما از صبح انا این سلا رو میکفتن اینجا بود است استاد لبای خبر دارید اونال را دستگیر کرده با محبس بردند یا خدایا بسری برادری رحمتیتان بلا شده بود آهی دیدی رحمتی به خدا گرفت تو را شنید استاد راست نیستی؟ خوب شد که از آن دیوانه خلاص شدیم برادر رهایم کن میگویم رفته دهان بینیان به شرف را بشکنم برادر وای کلتا کلیسی به شرف لعنتی در بیرون آزادانه سروگشت دارد و من باشم در محبس هستم این خیل نمیشود بگر برار چرا میپوشی در را کشو بگویم کشو مرا از اینجا برارد این عجینه رو ببین آدم اینقدر بیزیب هم میشده است در قطار مرده هاست او خوب میشد که او رو بابایم به خارج روان میکرد از این کای جانم خلاص میشود افتش رو بین مثل تیمسا است با همین افتش در خواب احمد ندار آمد که احمد هوشش به جایش بیاید
میخواهم خسته مویهایش را کنده پرتویم از جینه. نه این خیلی نمی شود. بابایم را میگویم که دیگر جا بکوچیم. اینها اینجا ایستند، یگان بلا رو به سر میگورند. اجینه تو مرا چیزی گفتی؟ من به تو چی میگویم؟ گپم حیف میشود. اما اگر خواهش کنی که گپ زنم به تو میگویم دوستشه دختر امکت را دوزیده ای؟ یک دختری بیچاره هستی. من به تو سراغه احمد را نداده بودم. اما تو چی کار کردی؟ رفته مثل هر وقت از بهونریت دستت خالی برگشتی ها؟ بعد به من تهمت زدی. از دل سیاحت همه افلاسی ها رو برآورده. تو رو کدام مرد دوست می داشته باشد گفتی کو؟ اما چی شد؟ چی شد؟ احمد مرا دوست داشت. مرا چی خیلی حیران کردم تو رو. بیچاره مشتی کردیم. البته که نمیدونی. از کجا داند این دختره که بیچاره او رو در یک خانه محبسی کردن؟ تو چی ها میگویی؟ زیا از من عذر پرسید. دروغ میگویی؟ من قبول کردم اما با یک شرط. دیگر نام میلیس را به زبان نمیگیرد. آی دلت رو شکستم. تو بسیار غمگین شدی. دروغ میگویی؟ تو افلاسی دروغگو. با بابایم همراه شده برای مرا از احمد دور کردن همه کارو کردید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید فهمو؟ میلیس جان جانم تو خیال میبافی؟ زیا مرا دوست میدارد. میدونی من حاضر چیکار میکنم؟ لباسایم را عوض کرده میروم با احمد یعنی زیا وا میخورم. هم احمد هم زیا مرا دوست میدارد. تو بازدی؟ بدتمیز. اکنون راه به آخر رسید. یا کلتکیلاس میمیرد یا من. ولی سردار اگر ما کلتکیلاس رو کشیم ما رو زنده نمیمونند. باشد از کسی نمیترسم. کسی که از جان دادن ترسد جان گرفته نمیتواند. اوف چی شد؟ میلیس عصبیم میکند. او رو کشتن میخواهم. به خدا از دلگیر شدم. زهرا تو هم میلیس گفته مرا سرم را گران کردی. گپی دیگر نداری غیر از میلیس. تو رو دوست میدارم اما بابای دختر رفتاری بد کردن نمیتوانم آخر. تو میلیس رو طرف گیری میکنی؟ چی؟ نه طرفداری نمیکنم ولی بابایت میلیس رو در اون خانه محکم کرده بوده است. تو باشی به من چیزی نگفتی. با سر نکن میلیس گویی رو. میلیس 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 میلیس. یه بس بوده که میلیس گویی آخی؟ جانی من زیا عشق من زیا میدونی جونه که من از رشک این گپ ها رو گفتم. جانی من به کسی تو رو نمیدیم. زهرا چی کار میکنی؟ نمیبینی استانبول بسیار بزرگ است اما آنقدر بزرگ نیست. یگان شاگردم بیند میگوید چی خیلی استادی دین است. با بیند دنیا با بیند همه ایش که بزرگی ما رو شنود. بیا از اینجا گرفتم مرا با عشقم. من هم تو را دوست میدارم زیایم. چی؟ ای زهرا تو چی کار میکنی؟ ایست از برای خدا. چی شد؟ زود به من جواب ده. چرا میلیس رو طرف گیری میکنی؟ یا خدایا چی خیلی طرفداری کردم. طرفداری نمیکنم اما اجازه دیم که در نزدم دختر را بسته تر کنند. چرا نگفتم میدانی تو؟ چرا؟ چون که از او خلاص شدن میخواستم. بابایم او را رمان کردنی بود.
دیگر او به بین ما نمی در آمد. اما تو چی کار کردی؟ در حال رفته او را نجات دادی ها؟ چه کار میکردم؟ اجازت میدادم که دست و پای او رو بسته برده ترک کنن؟ همین خیل. چی همین خیل؟ با کجا میروی زهرا؟ از برای خدا بیشین در جایم. میایم جانم. بعد هر جنجالمون خسته میرود. بخشش ممکن است گیرم؟ تشکر. چی کار میکنی؟ هی چی کار میکنی؟ میلیسا؟ هی دختر بی عقلی نکنی. زهرا این چی کار است؟ اینجا بیا. تو از من هستی. بس هست ای دختر ایست. از اینجا گریختن لازم. من باید از اینجا گریزم. کلتکیل از گریخت تواند، من هم میتوانم. خیز از جوه. آرام باش و بیرون برآمده هوای تازه گیر. باز جر نشود. ماشینت بسیار فسان است. فسان است. بسیار زیبا. زهرا دیگر این خیلی کار نکن. التماس قربان چشمانت شوم. به خدا دنبه هم حالا هم درد میکنم. تو هم دیگر میلیس رو طرفداری نکن. تمام طرفداری نمیکنم. قول میدیم خدا مرا لعنت کند برای طرفداریم. خیر من درایم. خیر تو خانه درو. خیر تا بازدید. اوف درد میکند. عجبا من تا به اینجا آمدم. یک میلیس را بینم چی می شده باشد؟ دختر از مرگ رها یافت. 2 دقیقه او را بینم شه. کنی یک بینیم. احمد تو اینجا چی کار میکنی؟ بابایم بیند میکشه تو رو. خدایا توبه. تشویش شدم گفتم تو را بینم. احمد از اینجا رو من خوب هستم رفت. برای تو آمدم میگویم. با کی صحبت دارد این ابله؟ من به تو نگفته بودم که دیگر با نمیخوریم. چرا آمدی رو؟ با خودش گپ میزنن مگر؟ احمد منتظری چی هستی؟ میخواهی بابایم بیند ما رو ها؟ با ستون صحبت دارد چی بلو؟ برای تشویش شدم. یک چیز را پرسیدن میخوام اما میگویم پرسم نمیتوانم. پرسیدن این با ستون صحبت دارد؟ این دیوانه شده است. میلش خریده روان کرده نتوانستیم. دیوانه خونه که رفتی جانم خلاص میشود میریسیم. توبه
تمام میروم اما یک چیز را پرسم، آن آدمی نقابدار کی بوده؟ نمیدونم. چه خیال نمیدونی؟ هیچ چیز را به خاطر نداری؟ چیزی را ندیدی؟ در پیشونیش رسمی ماه بود. دیگر هیچ چیز ندیدم. ماه گفتی؟ چه خیل ماه؟ چرا تو اینقدر میپرسی؟ نه وای گفتم با وای آدم تشکر گویم، تو را نجات داد، برای همین آخر. وای آدم کی باشد؟ میلیس را چرا نجات داده باشد؟ چشمش به میلیس باشد مگر؟ چی شد میلیس را رشک کرده ایستادم چی هم؟ نه همینش نمیرسید، تنها خواستم فهمم کی بودنش را، یا اینکه احمد رفت بابایم تو رو زنده نمیگذارد. چیزی نمیشوده، 2 دقیقه گپ زدیم، تو چی میترسی؟ احمد چیکار میکنی؟ چی کار میکنم؟ از کی پنهان شدی؟ بابایم گفتی از او پنهان شدم آخر. مرا گوش کن، از زهرا پنهان شده ایستاده ها؟ میترسی که هر دویمان رو اینجا میبینند؟ اوف، از زهرا چرا باید ترسم؟ دیگر تو رو آغوش نمیگیرد. خدایا توبه میلیس، از کجا این گپ ها را میبراری؟ احمد، من برای تو کی هستم؟ بابا این چی گپ است میلیس؟ از برای خدا این خیل نکن. احمد، دیگر نمیخواهم که با من بخوری اکنون. تو فهمیدی مرا؟ تو رو چه خیلی که به زهرا قول دادی از من باید دور گردی. این آخرین بخوری همون بود. اوف، یا خدای اکا زهرا در نزدیک همه از پس تو دویده تو رو پیش کرد. چرا میخندی بی تو؟ پیش کرد، شرمنده شدم. اکا تو هم سزاوار بودی. اوف، نه وای دختر تماما دیگر میشود. از زبانم نامی میلیس که برایت از داخلی و یک جانور میبراید، او را نفهمیدم. اکا تو هم یک توش رو انتخاب کن، زهرا یا میلیس. بیتول، من زهرا را دوست میدارم. وقتی که خودی رد نبود میلیس رو دوست داشتی؟ همین خیلی دوست میداشتم. اما حاضر چی؟ میلیس رو دوست میداری؟ بیتول از برای خدا مرا یک سو گذار، درباره تو گپ میزنیم. سمی چی شد؟ صحبت کردی با او؟ ناراحت نمی کند؟ نه اکا بین، من به تو این رو گفتن میخواهم. من سمی رو دوست میدارم. من به او خانه دار میشوم و تو زید نمیبروی. میلش اکا لطفا کمی مرا بفهم اکا آخر. بیتول چرا اینقدر یک روی میکنی؟ من نمیفهمم چی شد؟ مرحمت، آنا اینجا خالیست. بیا بشین. آنا میدونی وقتی که تو رو دیدم همه خیلی خورسان شدم که خورساندی هم حد و کنار نداشت. چی شد؟ از پشت اون کلتا کلاس میدونید قسم میخورم 1 سالی در روز خواب نرفتم. انا اون بیشرف اینجا چی گپ؟ چی؟ اکا رهایش کن. بیتول را دعا کن وگرنه تو را اینجا میکشم. آخر بیتول خواهر من نیست گفته بودی کو؟ دروغگویی درویی کلتا کلاس که دیوانه، نامم احمد شمشک است. کلتا کلاس برادری دوگانی کم بود. در این حالت بیتول برای من کی میشود بیعقل؟ تو را اکا بگذاره بیم. انده این رو هم بگیر. بیتول چای 95 مینوشین دخترکو یا فامیلی؟ اکا خواهرش هم در برش است. کلتا کلاس را کشید. دیگر کسی که میمورد مهم نیست. فهمو اکا. بیتول خواهرم بیهوده خودت را غمگین نکن. این آدم موافق تو نبود. نفهمیدم اکا مرا ببخش. چیزی نیست، اصلا تو مرا ببخش، در نظرت نبودم وقتهای زیاد. عجبو رحمتی اکای احمد
چه خیلی انسان بود؟ خواستم فهمم. بسیار آدمی خوب بوده است. کجا؟ و داخل چی گپ است؟ او را از دست ندهید. بیتول گذشت. بیا. سقراط مرگت ناگهان و بی درد می شود. امشب آخران شب حیاتی تو است. کار سقراط را حل کردیم. اکنون سلاح را از خانه بران گرفتن لازم. ولی چه خیر؟ زیبا چشمم را بسته بردند. بله آن شب کار از همینجا سر شده بود. کنی رفتیم. بعد از 5 کیلومتر به راه کلان برآمدم. بعداً به راست گشتم. بعد از 10 دقیقه به راه کلان برآمدم. 500 متر تعمیری راه رفته ایستاده بود. بعد به چپ گشتم.
بعد 2-3 کیلومتر صدای اذان برآمده بود. همین مسجد بود. از اینجا به طرف راست گشتم. از یک تونل گذشتم. بعد از 2 کیلومتر به راست گشتم. بله جناب بران، کنی آشنابی آغاز کنیم. رسیده. چیزی را جستجو داشتی کالتکیلاس؟ وقت زیاد نداری و یا خلاصه بیا، یا برای من کار میکنی یا در محبس میپوسی. 24 ساعت داری. اگر ها نگویی فردا این سلاح به امنیت میرود. این مراتب 4 مغز پوسیده برآمد کالتکیلاس. کارمون جدی است. این آدم چرا نمیمیرد؟ همیشه نجات مییابد. برای کشتن وی تمام شهر را میترکانم. اکنون دیگر چاره ای ندارم. این چیست؟ برایت هدیه گذاشتم سقراط. جوانت را کشو.
سپون میترسم که تو رو دستگیر میکنن. سنم تو آرام شو. هیچ کس ما را ندیده بود. شاید کسی ندیده باشد ولی او مافیوز بود. آدمهایش اکنون از پس ما هستند. دیدی که دو روز در نزد مکتب پیش روح ما رو بستند. کسی به ما ضرر رسانده نمیتواند. جوی وی به شرف جهنم است. با این حق داشت. سپون دیرکتور تو رو فریاد دارد. ما رو فریاد دارد؟ سنم چی گپ شد؟ با خیر است؟ غمگین می نمایی چیزی شد؟ نه چیزی نشده است. من درباره یک چیز با تو صحبت کردن میخوام. من با تو گپی ندارم که گپ زنم. سنم تو با من معقول شده ای. میخوام با من باشی. چی ها میگویی؟ من سبحان رو دوست میدارم و تو این رو میدونی. همه این رو دونسته؟ قاتل رو دوست میداری؟ همین خیل؟ چی ها میگویی تو؟ انا خیر تکلیفم رو قبول میکنی؟ یا اینکه میخوای سبحان رو با محبس برم؟ زورا جون لایحه سحر دیدمون رو بار دیگر میبینی میلش؟ میلش جانم از آدمی بیکار همه بیزار گفتند. تو چیکار کرده ایستاده بی عقل؟ ببخشید به نزدیکی آمدید؟ بابایم تو رو با احمد بیند فکر میکنی که به او ضرر نمیرساند. تو چی ها میگویا؟ بابایم مرا نمیرنجاند فهمیدی؟ مرا مثل خودت فکر نکن. تو چقدر آدمی خودپرست به عقل به آداب هستی؟ میخواهی بابایم او رو بکشد؟ به من نگاه کن. به خاطر که به او ضرر نرسد من از او دست کشیدم. آفرین قرار خوب برآورده. اما دیگر علاجی نیست میلیس جان. آی دمت رو گیر میگویم. اگر به احمد ضرر رسد به همش تو جواب میدهی. بس بودگی تاخیر بیزار کردی. دفشم از پیشم دفشم. در اصل من از تو بیزار شدم ابله. از پشت چقدر درد کشیدم میدونی تو؟ چی درد بوده است بد اخلاق ها؟ دوست داشتی دیگر کس رو گرفته درد کشیدی؟ بد اخلاق. تو هستی بد اخلاق. احمد دیر یا زود چهره حقیقی تو رو میبیند. همین خیر. اول تو چهره حقیقی مرا ببین بیا آقا. عهدی مرا وجینا. باز کن. تو صدی راهی خوشبختی من نشوی. دخترو شما چیکار میکنید؟ سرده سمی. تو مرا سرده. شما کاردار نشوید.
مرا گوش کن. از این روز عبارتاً از زیاد دور میشوی. مرا فهمیدی بیچاره؟ بیچاره تو هستی. من مثل تو دوست داشتم رو مرده فکر کرده به آغوش دیگر مردها نمیدن باید فهم. بس از آخیر زهرا چیکار کردی؟ کاری کرده آن سلاح را گرفتن لازم. به آنها مثل غلام کار کردن نمیخوان. امروز خوراک چی است؟ ای برادر، من کم پنیر میخواهم. میاری؟ سلاح در داخل آن جامدان است. کاری کرده آن سلاح را باید گیرم، یا سلاح را میگیرم، یا اینکه روزهای اسیریم آغاز می‌یابد.
چی شد بچه ها؟ بلونی ماشین شکاف شده که نه همینش نمیرسید. خیر مرف زودی بس کنید. یک لحظه صبر کن. این چی است؟ این آن سلاح نیست آخر. سلام کلتکیلس. سلاحی که در عملیات های استفاده میبری معقولت شد؟ در یک ساعت یا در اینجا میشوی؟ یا اینکه آدم های در نزد امنیت بوده اما سلاح را به امنیت تسلیم میکنند؟ میگویند که سقراط را ترک کردی. استغفرالله. خودم و نزدیکانم را حمایت کردم وگرنه من قاتل نیستم. من این کار را خودم میکردم ولی منتظر تو بودم. خوش بیا مسئله خودمان را بینیم. یک سال برای من کار میکنی. فرمان مرا حتما اجرا میکنی. نه سوختم گویید. چه خیلی کار بوده است؟ کارهای میدانستگی خودت، اما یک همکار میگیری. همکار؟ بینید من تنها کار میکنم، فهمیدید؟ همکار نمیخواهم. در اینجا قاعده ها را من میگذارم کلتکیلس. پروا نکن، شناست است. کمیسر اونال. چی؟ ولی دیگر کمیسر نیست. شما شوخی دارید از برای خدا. من شوخی نمی کنم کلتکیلس. قرار میبرارم و عملی میکنم. تو و اونال گروه نوی کاری من میشوید. تقدیرتان از یکدیگر وابسته است. یا برای من کار میکنید
یا اینکه در محبس پوسیده می روید؟ ماشاءالله بسیار خوب کردید. ولی من با آدمی که طول عمرم از پسم بود چه خیل همکار می شوم. می بخشید و حاضر در محبس است. چه خیل می کنید؟ ای به شرف کارتکلاس تو را میکشم. من هم همین را گفتنی بودم. اونال در محبس است و همچنان کار او را از محبس برآوردن کاری تو است. آدمی را که به محبس شناندم باز رفته او را نجات دهم مگر؟ فکر میکنم این مشکلی خورد را حل کردن برای تو مشکل نیست. همکاری حقیقی در همین خیل حالت معین می شود. شما جدی میگویید؟ اولین وظیفه که به تو میدیم همین است. کمیسر اونال رو از محبس میبرد. دوستانی عزیز، اگر شما خواهید که درباره کینان معلومات گیرید پس به شبکه توپ تاجیکس آبونه شوید. سیک در ابسیان ویدیو برای دستگیری همتون تشکر زیاد به شما و تماشای بفرغت خواهانم.